السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی خیلی عزیز گرامی، الله را دعاگو هستم که خداوند بازم اخلاص و محبت و میل شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند. یک چند مصرع هایی که جناب مولوی جنونی در معدن حالش از قصه حضرت لقمان همراه مالکش، همراه همون خوجینش گوییم که با چی اونها مقصد در سر چی گفتگو داشتن در یک رشته نظم در آورده است. میخواهم همون را با شما خوانم. شنو که قصه لقمان هوش دار. با اول بنده شخص گرفتار، شب آمد سری بالین مولا، بگفت ای مرد غافل خیز از جا، که بر عابد بهشت آماده ریزوان، به غافل دوزخی پرنار سوزان. چونین بیغم بهشت خواهان نخوابند، گداهاش از تضرعا بیابند. شب دیگر بیامد باز لقمان، بگفت ای خواجه طاعت کن به سبحان. رفیقان رفت تو در خواب غفلت، ز جایت خیز و رو آر به طاعت. برو گفت ای غلام ایزد رحیم است، برای مستمندانش کریم است. بگفت لقمان اگر ارزن بکاری، به فردا هیچ گندم بر نداری. زراعتگاه دنیا جای کیشت است، عبادت قیمتی باغی بهشت است. رحیم است و ولی قهار هم هست، کریم است از غضب جبار هم هست. امید رحمتش آرنده باشی، ز قهرش هم مگر ترسنده باشی. که عبد خائفش اندر امان است، سزای قهر ناترسندگان است. الله مهربان رحمت کنه جناب مولوی جنونی را. درباره حضرت لقمان که سوره مخصوص در قرآن ولقد آتینا لقمان الحکمه، خداوند میگه ما لقمان را دانش دادیم، ما لقمان را خیرت دادیم، ما لقمان را علم دادیم. میگه وقتی که خواجه داشت، رهبری داشت که در زیر دست همو کار میکرد، وقتی میدید خواجه شه، رهبرش میدید که به حوصلگی دارد، به اهمیتی دارد، به پروایی دارد، در بندگی خداوند هیچ سعی و تلاش و کوشش ندارد، میدید ناراحت میشید که مقصد خدای مهربان از هیچ چیزی دنیا تو را کم نکرده است. چرا در برابر همون اللهی که همه خواسته های تو را برآورده است تو را عبادت نمیکنی؟ ولی خاموش نمی ایستاد، بلکه می آمد و می گفت که مقصد خیز، می گفت رو آور به طاعت، بگی عبادت الله را کن. بهشت خواهان چونین غافل نخوابند، گداهاش از تضرعا بیابند. آخه آدمی که در طلب بهشت باشد و خواهش در آمدن بهشت داشته باشد، مثل تو بی پروایی نمی کند، مثل تو بی اهمیتی نمی کند. آخه همی گدا را نمی بینی؟ میگه وقتی نزدی خانه هر کسی که بیاد گردنش کج میکند، زاره میکند، تولا میکند، صاحب خانه یک چیزی بر او میتید. و تو هم نزد پروردگار گردن تا کج کن، پیش پروردگار پیشانی تا در زمین بگذار، او را به عظمتیش یاد کن تا الله مهربان در عوضش مقصد برای تو از تمام فضل و از تمام نعمتهاش عطا کنه. وقتی جناب لقمان که
گویم بسیار خیرگی کردن، بسیار غمی همون خواجهش هم میخوردن. بعدا میگه خواجه به طرفش بگفت رو ای غلام، ایزید کریم است، برای مستمندانش رحیم است. مقصد الله یک اللهی است که کریمه، اللهی است که رحیمه، کرم داره، مثال رحم داره، بخشش داره. هیچ گپی نه. مقصد ما بی پروایی هم کم، بی اهمیتی هم کم، خیلی خدای بخشنده داریم. ولی بسیاری نفرهای هستند که چگونه ای که الله در قرآن میگد که مثلا شما را شیطان به نام من فریب نکند، بسیاری نفرها را انا همین وسواس در قلبشان هست که یک خدای بخشنده، یک خداوندی است که مثال بگیم لک اگر گناه داشته باشی می بخشش. یعنی اینها یک رنگی که شیطان در دل آدم یک امیدی را پیدا میکند و مقصد تو به هر کاری که بند باشی کردن بگی، لیکن خداوند می بخشد. این برادر عزیز بسیار اعتقادی نادرست است، برای که در اینجا خواندیم دیدیم که لقمان گفت کریم است ولی قهار هم هست، رحیم است از غضب جبار هم هست. اگر کریم هم باشد با ببین قهاری هم دارد، یعنی قهر میکند. رحیم هم باشد، بخشنده هم باشد، با جبار هم هست، یعنی با سختگیر هم هست. برای این گفت که زراعتگاه دنیا جای کیشت است، عبادت قیمتی باقی بیشت است. گفت نمی شود که با این شما با کریمی و رحیمی الله تکیه کنین و از قهاری و جباریش اندیشه نکنین. برای همین جناب جنونی گفتن که این دنیا جای کیشته، اینجا ما میکاریم، یعنی اینجا ما عبادت میکنیم، حاصل شد در نزد الله مهربان میگیریم. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، از این مصرع ها ما این قدر پند میگیریم که خلاص ما را کریمی و رحیمی الله قطعی، یعنی بسنده نباشیم یا فکری ما را یا مقصد عبادت ما را شیطان دزدی نکند و در جاش فقط ما را دلبمید کند که هر گناهی میکنی کردن بگی خداوند غفار بخشنده است. لیکن ما از جباری و قهاری الله هم باید اندیشه کنیم. عاقبت همون بخیر، ایمان همون با سلامت نگه دار. برادران عزیز، یک چند مصرع شعر من از مولوی جنونی میخوانم و در آخرش برای شما بعد انشاءالله یک صحبت میکنیم که مصرع هایی که خوانده می شود یعنی به چی وابستگی دارد. جناب مولوی جنونی که در همین مملکت ما و شما، در همین دیار ما و شما قبرش و زیارتگاهش گویم در همین جا هست، اگر چنده که این زاده افغانستان بود لیکن با تقدیر الهی آمد و در همین جا خاک شد. در معدن حال در کتابشون فرمودن که انبیا با 100 علم رفتند، تو هم می روی. اولیا با چشمی نم رفتند، تو هم می روی. عاشقان با سینه افگار، دائم اشکبار، جانب خاک عدم رفتند، تو هم می روی. نازنینان جهان چون غنچه گل در شکوفت، در خزان و درد و غم رفتند، تو هم می روی. پادشاهان در غروری تاج و تخت و مال و ملک، مانده مال و جام و جم رفتند، تو هم می روی. رو غمی جان خور، چرا اندر غمی نان مانده ای؟ نان خوران خالی شکم رفتند،
تو هم می روی. ای جنونی ناله کن تا زنده ای از هجر دوست، عاشقان سوی حرم رفتند تو هم می روی. برادران خیلی عزیز و گرامی، جناب مولوی جنونی ما را مثل یک آدم خوابی را که بیدار میکنی، یک آدمی که مردنش فراموش میکند، میخواهد که با این مصرعها او را به یادش بیارد که یعنی گفت شیخ سعدی ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. با ما با نفرهایی که امروز در بالای زمینیم با ما اشاره میکند که ای نفرهایی که امروز بالای زمین ده مقصد جلوه دارین، بالای زمین ده خرامان قدم میزنین، شما دانین که دائم در پشت این زمین نیستین، زیرا که یک توده مردم در شکم مادر و پشت پدر انتظاری دارن که کی ما پشت زمین خالی میکنیم تا اونها با جای ما را بگیرن، زیرا که ما هم جای کسی را گرفته بودیم. جناب جنونی را هم مصرعهاش دلالت بر همین دارد که انبیاها رفتن، پیامبرها رفتن، اولیاها رفتن، عاشقانی که در راه الله عشق ورزیدن اونها هم رفتن، جمیع پادشاها هم رفتن، جمیع نازنینان و جوانها هم رفتن، تو هم می روی. مقصد تو هم فراموش نکن که تو هم در پی اونها می روی. یعنی این مصرعها برادران عزیز معناش همین است که ما باید که یک در ذهنمان این را باید به یاد ما گیریم که ما در دنیا پاینده نیستیم. یعنی ابدی ما در اینجا باقی نمیمونیم. الله مهربان در قرآن میگو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. در سوره جمعه الله مهربان میگو اگر چنده که شما از مرگ میگریزین، یعنی شما هیچ وقت خواهشی مردن ندارین، لیکن مرگ با شما ملاقات خواهد کرد. الله مهربان میگو کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چیزی که در روی دنیا الحال هست جان به حق تسلیم میکنند. یگانه ذاتی که در دنیا باقی میماند این الله ذوالجلال است. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. از این لحاظ این مصرعها برادران عزیز دلالت بر همین میکند که روز می شود که ما هم می رویم، ما هم دنیا را پدرود میگیم. به این خاطر هیچ وقت رفتن تانا مردن تانا فراموش نکنین، لیکن از همه چیز مهمه که باید با خود برین اعمال صالح تانا جمع کنین، زیرا حضرت عمر رضی الله عنه میگفت عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. دنیا در کسی مبلغ و پول دارد عزت دارد، لیکن عزت آخرت به عمل صالح است. خداوند خاتمه ما را بخیر کند، سفرهامان را نیک مبارک گرداند و الله مهربان دعا کنیم که زمان رفتنمان با خودمان یک توشه داشته باشیم تا خجالت در خانه قبر و میدان حشر نداشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.